کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. نامه به ماهک نوشته آبتین پوریا، نشر آوای بوف، سال 2023. گویش ه پرهام، ادیت و فنی گ جاسمی، ه عزت نژاد. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com مقدمه. ماهک عزیزم، آخر کدام آدم عاقلی برای چنین کتابی مقدمه می نویسد؟ داری با خودت می گویی تو که عاقل نیستی. قبول. نامه‌های یک دیوانه خواندنی ترند. ورق بزن و رد شو. آبتین پوریا. نامه یکم. ماهک عزیزم، امروز اولین روزی است که با زنگ تلفن تو بیدار نشدم. البته روزهایی بوده که کلاس اول صبح را برداشته بودی و تا ظهر به من زنگ نزدی، ولی فکر این که دیگر هرگز شماره ام را نخواهی گرفت و دست نوازشگر صدایت قلب شکستم را گرما نخواهد بخشید دیوانه‌ام می کند. محبوب من، نمیدانم چطور شد که آن صدای شاداب پر از انرژیت دیگر برای من نمیخواند و تارهای صوتی محبوس در حنجره قناری صفتت دیگر برای من نمینوازند. نمیدانم کجایی و حتی نمیدانم در چه حالی. گفتم نمیدانم کجایی. آری نمیدانم، اما نه، میدانم ماهک تو در قلب منی. چیزی که نمیدانم این است که تپش‌های قلب من حق حق گریه‌های تو هستند یا قاه قاه خنده‌هایت و این بیخبری دارد مرا مثل خوره می‌خورد. از همان خوره‌هایی که صادق هدایت می‌گفت و خوب می‌شناسیش، روحم را در انزوا آهسته آهسته می‌خورد و می‌تراشد. البته من این درد را عجیب نمی‌دانم و آن را می‌توانم هم بنویسم و هم بگویم و می‌دانم که آن را جزء اتفاقات نادر به شمار نمی‌آوری و با لبخند شکاک به آن نمی‌نگری. تو صادق هدایت ها را خوب می‌شناسی. گفتم ها. بله، صادق هدایت ها که خودت هم جزء همانهایی. نامه دوم. ماهک عزیزم، نمیخواهم باور کنم که زیباترین سرود هستی دیگر در گوشهای من نامم را نجوا نمی کند. نمیتوانم با این رنج کنار بیایم که تصویر چشمهایم را دیگر در آینه زلال چشمانت نخواهم دید. باورت می شود خرافاتی و جنی شده ام. یادت می آید پرسیدی چرا آدمها به سمت خرافات می روند و جواب مرا با تکان دادن سر تأیید کردی؟ عزیزم، آدمها وقتی مستعسل و از همه جا ناامید میشن به سمت دعانویس و جادو و جنبل و رمال و جنگیر میرند. تو گفتی ولی ما هیچ وقت با این چیزها از واقعیت فرار نمی کنیم. من ذوق زده از اینکه خودت و مرا ما کرده ای در تایید سخنانت سخنرانی کردم. ماهک نیستی که ببینی یک احمق به تمام معنا شده ام. تنها چیزی که آرامم می کند فال است. از یچینگ می پرسم ماه آسمانی من کی باز خواهد گشت و با هر پاسخی اشک می ریزم. لای کتاب حافظ را آنقدر باز کرده و بستم
که زیر ناخنهایم زخم شده. ماهک، من تو را میخواهم و به هر راهی و به هر چیزی متوسل میشوم. دارم به کل عقلم را از دست میدهم. امروز صبح جزم کرده بودم خودم را خلاص کنم و اگر ییچینگ وعده بازگشت تو را نداده بود، الان سقف سردخانه پزشکی قانونی سایبانم بود و خون در رگهایم یخ بسته بود. خونی که فقط به شوق تو جریان دارد و به جای گلوبول و پلاکت عشق و مهر تو را در آن ریخته‌اند. هر موقع نام تو را میشنوم یا یادت را در سر میپرورانم، قلب به تپش افتاده این خون را بیشتر میفشارد تا دورترین سلولهای وجودم نیز از عشق تو بی نصیب نمانند. ماهک، چرا نیستی؟ تو تعبیر زیباترین خوابهای من بودی. گفتم خواب، ولی منظورم همان رؤیا بود و من شاید تبلور شومترین کابوسهایت شدم که این گونه دل کندی و رفتی. نامه سوم. ماهک عزیزم، امروز سومین روزی است که ندارمت. یادم از چند سال پیش شعری انتقادی در نقد مرده پرستی مردم نوشته بودم. شعر که نه، از همین مزخرفاتی که می نویسم و به جای شعر به خورد مردم می دهم و عذاب وجدان نمی گذارد از بابتشان پول بگیرم. آنجا گفته بودم این چه بساطی است که مردم بعد از مرگ یک نفر انواع و اقسام مراسم را برگزار می کنند. اول، سوم، هفتم، چهلم سالگرد. تازه بعضی ها دومین و سومین سالگرد را هم می گیرند. پیروان زرتشت تا 30 سال آزگار می روند سر قبر مرحوم و برایش مراسم می گیرند. فکرش رو بکنید. طرف 30 سال داشته که پدرش در تصادف کشته شده، حالا 57 ساله است و آن سر دنیا زندگی می کند. زن و بچه و نوه دارد، اما باید بیاید مراسم برگزار کند. تا کی؟ تا 3 سال دیگر. خب این چه حماقتی است، چه بربریتی است، چه نکبتی است که باید هر کوفت و زهر و مار و آشغالی که به عنوان رسومات به ما بدبخت بیچاره ها رسیده را محترم بداریم. آن هم رسومی که طبق فرهنگ و درک شعور مردم هزاران سال پیش تنظیم شده و ما هیچ نقشی در تدوین آن نداشته ایم. خلاصه کلی قرولون کرده بودم و این مثلا شعر را نوشته بودم. یادم رفته بود ماهک، اینها را یادم رفته بود تا امروز که سومین روز نبودنت را در کافه گریستم. درکشان کردم که چرا این رسوم را بنا نهاده اند. نمیدانم سالگرد نبودنت را کجا خواهم بود، ولی میدانم که اگر زنده باشم اشک خواهم ریخت. و باز هم واژه ها از چشمه چشمم خواهند جوشید و سوار بر قایقی از جنس حسرت از آبشار پوستی رودخانه صورتم سقوط خواهند کرد و تو دیگر نیستی که تسلایم دهی. نامه 4. نفهمیدم چه شد، فقط میدانم یک دفعه به خود آمدم و دیدم دیگر تو را ندارم. نه اینکه قبلا مال من بوده باشی، ولی خب قدری از آفتاب وجودت بر زمین قطبی دل من میتابید و نمی از بارانت صحرای وجودم را مرطوب میکرد. ماهک، من در پیله تنهایی 40 ساله‌ام جای بدی نداشتم. پیله ام را با تار و پود حوادث زندگی تنیده بودم و سخت جانی را به جسم نحیفی که در بر گرفته بود آموخته بودم. تو ولی مرا جبرئیل وار از پناهگاهم بیرون کشیدی تا عزرائیل وار رها کنی. من رها شدم از پیله، رها شدم تا در مرداب مرگ دست و پا بزنم. تو یادت نمی آید عزیزکم، آن زمانها که هنوز متولد نشده بودی، تلویزیون پروانه‌ای را نشان میداد که پیله را ترک می کند و 10-12 ثانیه بعد از اولین پرواز در تار عنکبوت گرفتار می شود
بچه که بودم در واقع بچه تر که بودم. این صحنه‌ها را بارها و بارها از تلویزیون غول پیکر و زمختمان تماشا کردم. در خانه خودمان، در خانه پدر بزرگ، خانه دایی و هر جا که تلویزیونی وجود داشت، من به تماشای این پروانه نگونبخت نشسته و همیشه به حالش دل را کباب کرده بودم. عزیز دلم، رهایی خیلی ارزشمند است، ولی نمیدانم آن 10-12 ثانیه آزادی ارزشش را داشت که پروانه را اسیر آرواره‌های عنکبوت کند یا نه. در دنیای بچگی خیلی به این فکر کردم ولی به نتیجه‌ای نرسیدم. اما امروز خودم آن پروانه ام، تو آن هوای بهاری مطبوعی که کرم را پروانه می کند و من امروز بعد از 12 ثانیه رهایی در چنگال شوم عنکبوتی گرفتارم که یک آرواره اش افسردگی نام دارد و آن دیگری نومیدی. نامه 5. امروز دوباره درد به سراغم آمده، از همان دردهایی که خودت میدانی. یادت میآید ماهک؟ هر موقع درد داشتم مثل یک پزشک جدی و خشک و خشن دارو تجویز میکردی؟ بعد من میگفتم داروی درد من تویی. تو میخندیدی و صدای خنده هایت، نوت‌های ارکستر حنجره طلایی‌ات آرامم میکرد. داشتم به نبودنت عادت میکردم ولی امروز بغض خفه‌ای گلویم را گرفت. بغض چسبنده‌ای که مثل یک کاموای بزرگ سراح گلو و نای و حنجره‌ام را مسدود کرده و دارد خفه‌ام میکند. از همان بغض‌هایی که یک دفعه نمیترکند تا راحتت کنند، ذره ذره آب میشوند و از گوشه چشمها رسوایت میکنند. با هر قطره که میلغزد بخشی از وجود تو را هم با خود میشورد و میبرد. گفتم کاموا؟ این تعبیر از کجای روح بیمار و دل سوخته‌ام بیرون خزید؟ کاموایی که کام را مسدود کرده. شاید این اسم را از روی طعنه بر این توده نخی نوستالژیک گذاشته‌اند. شاید کسی که برای اولین بار کاموا را دیده هم مثل من دل شکسته و افسرده گوشه کافه‌ای نشسته سیگار می‌کشیده و آن توده حجیم را در گلوی خود حس می‌کرده. از درد دلش کام بند را کاموا نامیده تا تسلایش دهد. ماهک، لفظ بازی هایمان را یادت هست؟ هر روز یک کلمه را سوژه می‌کردیم و ریسه می‌رفتیم. تو می‌خندیدی و من فقط نگاهت می‌کردم. چه شد؟ امروز به خودم آمدم و دیدم دارم مثل بچه گربه‌ای که مادرش را گم کرده دنبالت می‌گردم. آغوش گرمت را طلب می‌کنم، صدای آرام بخشت را، نگاه‌های نافذت، خنده‌های جان بخشت. دلم برایت تنگ شده است ماهک. تو کجایی؟ چرا دیگر نیستی؟ هستی ولی ندارمت. نامه 6. ماهک عزیزم، تو بگو من چه کار کنم؟ دارم روانی میشوم. خودت میدانی که من 1000 جور بلا و مصیبت را تجربه کرده ام و نیمی از عمرم را در بیمارستان‌ها سکونت داشتم. ترس از درد و مرض ندارم، ولی عشق تو دردی نیست که بشود از ابتلای آن جان سالم به در برد. یادت هست چقدر راجع به پیشرفت علم پزشکی حرف می زدیم؟ داروها را برایم نام می بردی و تأثیر هر کدام را توضیح می دادی. قیافت جدیتر می شد. ماسک سفیدت را پایین می کشیدی تا حرفهایت را راحت بشنوم. و آنجا بود که خورشید گرمی بخش لبهایت به طالع می نشست و زندگی من معنا می گرفت. خورشیدی که نور نمی بخشید، لبهای تو جان می بخشیدند ماهک. الان هم دارند می بخشند، اما من در سایه گیر افتاده‌ام. سایه ای شوم که ابر سیاه سرنوشت بر سرم افکنده
و هستیم را از تابش معجزه‌گون خورشید زندگی محروم کرده است. گفتم خورشید، ولی لب و دهان تو بیشتر تشبیه ماه است. ماهی که خسوف سرخ رنگ مرموزی بر آن افتاده است. مادامی که لب از هم می‌گشایی، درخشش دندانهای سفید براقت پایان خسوف را اعلام می‌کند. دندانهای ریز هم خط و تمیزت که انگار همین دیروز رویده اند، یا دست هنرمندی آنها را دانه دانه و با وسواس زیادی کنار هم در ماسه‌های صورتی رنگ کاشته و بعد با جواهراتی نامرئی زینت داده است. ماهک، تو آنقدر زود رفتی که فرصت نشد بگویم چقدر زیبا میخندی. وقتی گوشه ی لبهایت از هم باز میشد و مردمک چشمهایت که قبل از لبهایت خندیده بودند گشاد میشد، اولین چیزی که به چشمم می آمد درخشش بود. برق همان جواهرات نامرئی که نمیدانم کدام هنرمند سنگدلی تراشیده تا مثل خنجر آبگون در دل عاشقان فرو رود و خون بخورد. نامه 7. ماهک من، ماه آسمان تیره و تار من، برای اولین بار است که در شب برایت می نویسم. نیستی که ببینی. ماه از گوشه آسمان در آمده و ستارگان برایش دست تکان می دهند. تکه‌پاره های ابر کوچکی مثل روبند تور بر چهره ماه بسته شده و جلوه اشوه کننده ای به آن داده. شک ندارم که همین الان چشم خیلی از عشاق جهان به آن روشن شده. نمیدانم کجایی و آیا چشم تو هم دارد زیر نور این مهتاب دلفریب برق میزند یا نه. اینک هر چشم من برکه‌ای است که اگر کسی در آن دقیق شود عکس رخ ماه را باز میشناسد. ماهک، این چشم‌ها همانهایی نیستند که روزی تصویر تو را منعکس می‌کردند. چه شد؟ آن روزها برقش از شوق بود و حالا از اشک. رنج نبودنت میساید و میخراشد و خون را از حفره‌های زیر ابروانم بیرون میریزد. میدانی بدترین قسمتش کجاست؟ این که باید حفظ ظاهر کنم. باید به هر قیمت ممکن ظاهرم را عادی نشان دهم. حوصله جواب دادن به هر کس و ناکس که احوالت را میپرسد ندارم. باید همه یادگارهای تو را مخفی کنم. هر موقع چیزی تو را به یادم میآورد به گوشه دنجی میخزم تا گریه هایم را نبینند و اگر دیدند چه بگویم. عاشق پیاز و گرد و خاک و عطسه شده ام. عاشق بارانهای یک دفعه‌ای و عینک‌های خیلی تیره و خلاصه هر آن چیزی که بتواند اشک را توجیه کند. تو چگونه ای عزیز دلم؟ نامه 8. ماهک، چه باید می کردم که نکردم؟ چه باید می گفتم که نگفتم؟ چه باید می داشتم که نداشتم را خودم می دانم. اما روز اولی که مرا دیدی و تو را دیدم هم آنها را نداشتم. چرا دعوتنامه قلبم را پاره نکردی؟ چه باید می گفتی که نگفتی؟ بازیچه‌ات بودم؟ سرگرمیت؟ گذران وقتهای بیار بودنت؟ چه بود برایت آنکه برایش همه جهان بودی؟ آنکه برایت جان میداد و جان میستاند؟ بچه تر که بودم عاشق کتاب بودم. این عادت قدیمی را از بچگی در بدنم تنیده اند که کتاب بخوانم. یادم است یک بار که زندگی نامه ون گوگ را میخواندم از عشق ترسیدم. این مرد قلمو در دست چگونه آنقدر عاشق بود که گوش خود را به معشوق هدیه دهد. او حتما دیوانه بود و گناه این دیوانگی به پای عشق است. از عشق باید ترسید، چرا که اگر بیاید و به جان بیفتد می سوزاند.
شاعری خواسته بود فاجعه آتشی را در نیزار وصف کند و تعبیری بهتر از عشقی که بر جان بیفتد نیافته بود. ماهک، این فقط یک تشبیه شاعرانه نیست، حقیقت محض و محرز است. همیشه دوست داشتم هنرمند بشوم. نقاشی و سینما را ترجیح می دادم. اما طبیعت ذره‌ای خلاقیت و استعداد هنری در وجود من به ودیعه نگذاشته و این آرزو را باید تا دل گور یدک بکشم. هرگز نتوانستم نقاش خوبی باشم. سینما را هم که باید بوسیده کنار می‌گذاشتم. اما من ونگوگ تو شدم. تارکوفسکیت شدم. ماهک، من برای تو گوش چپم را ندادم، جانم را، عقلم را، قلبم را و از همه اینها سخت‌تر غرورم را در این نامه‌ها گذاشتم و پست کردم. داری می‌خوانی؟ نامه 9. ماهک عزیزم، گاهی فکر می‌کنم ذره‌ای تقصیر از جانب تو نیست. زندگی من از اول همین بوده، پر رنج، غمناک، تبلور شکست، باز تا به روز و شب یک محکوم ابدی. و تو مسافر کشتی بودی که در گرداب مهلک زندگی او گرفتار شد. گناه از تو نبود ماهک. من در دادگاهی که نمیدانم در کجای این جهان تشکیل شده به رنج ابدی محکوم شدم و شکنجه‌گران من مأمورند و معذور. تولد من نه در بیمارستان و زایشگاه که در جایگاه متهمین همین دادگاه اتفاق افتاده. آن روزها تو احتمالاً تنها در رؤیای زن و مرد جوانی بودی که تازه برای ازدواج آشنا می شدند و تا زاده شدنت راه بسیار داشتی. احمقانه نیست اگر در انتقام از قتل بیگناه اعدام شده ای سربازی که تنها بر گردن محکوم انداخته تیرباران شود؟ خنده‌دار نیست اگر سربازی که در جنگ دو کشور تیرش بر قلب سرباز دشمن نشسته را محاکمه کنند؟ حالان که همه می دانند مقصر واقعی قاضی و حاکمان آن دو کشورند. ماهک، تو فقط سرباز بودی، اگرچه خودت نمی‌دانی. تو را فرستاده بودند به جنگی و تو از بیگناهی من چه می‌دانستی؟ تو هم رزم بسیاری دیگر بودی که در جوخه مرگ محل خدمتشان متولد شده اند تا خدمت کنند. درست میگویم؟ نامه 10. ماهک، تو که رفتی خیلی چیزها رفتند. راستی؟ مگر رفتی؟ نه نرفتی. اصلا نمیدانم چه شدی. رفتی یا فقط دیگر نیامدی؟ کسی چه میداند؟ خلاصه اینکه بعد از نبودنت حس و حالم هم رفت. انگیزه و امید به زندگیم هم رفت. قاعدتاً باید فقط دلم را میبردی. مگر رسم عاشق و معشوقها همین نیست؟ یکی دل میدهد و یکی دل میبرد. در همه کتاب‌های شعر هم همین را گفته‌اند. دیدی ماهک؟ حتی فرصت نشد برایت شاعری کنم. در مملکت ما آنقدر شاعران کله گنده را عارف و عاشق خدا معرفی کرده اند که مردم یادشان رفته عاشقان واقعی، یعنی همینا که عاشق آدم ها می شوند هم می توانند دیوان شعر تحویل دهند. و چقدر صادقتر، واقعیتر، منطقیتر و عاقلانه تر از آن عشقهای خیالی و آسمانی خواهد بود. ماهک، اگر مانده بودی شاید الان به جای این نامه ها مجموعه شعر ماهک نامه را در دست داشتی و این چقدر برای من لذت بخشتر بود. نبودنت خیلی چیزها را از شنگم رو بود، ولی من حتی نمیتوانم با جمله کلیشه‌ای تکه‌ای از وجودم را با خود برده ای راضی شوم. تو یک چیز مهمتر را با خود بردی که نمیدانم چه بود. دیگر نه انگیزه‌ای برایم مانده، نه شوقی، نه مهری، نه تنفری و نه حتی شجاعتی.
آنچه در من موج میزند بی تفاوتی محض به دنیا و مافی هاست. نمیدانم این کار تو بوده یا نه، ولی واقعیت دردناک زندگی من است. نامه 11. ماهک، دوباره برایت در شب می نویسم. در شب و از شب. شب، این پناهگاه سکوت و آرامش که می ترساند کودکان را و می رماند خفاشان را. تاریک و دهشتناک. این شب نیست ماهک، روز روشن است. منتها معشوقش او را ترک کرده. قلب سیاه عاشقی است که دلبرش را نمی یابد، سرد و خاموش مثل روزگار مردمان خاورمیانه، آنچنان سیاه که جوهر این خودنویس در برابر سفید می نماید. ماهک، این خودنویس را یادت هست؟ خودت آن را به من دادی. پرسیدی روان است یا نه؟ خوب می نویسد یا نه؟ نگران بودی هدیه‌ات را عاشقانه نپسندم. نه ماهک، خوب نمی نویسد. این خودنویس دیگر نمی نویسد، گریه می کند. جوهر سیاه آن اشک خونی نیست که در باطلاق سرد قلب تیره شده. قرار بود برایت از شب بگویم. نمیدانم کدام را به تصویر بکشم، شب زمین را یا شب ابدی قلبم را. یادت هست شبهایی که تا صبح بیدار بودی و من پا به پایت می نشستم تا نگاهت کنم؟ لشکر تاتاری خواب خجل از برق شوق نگاه هایم ابا داشت بر چشمان خیره به محبوب عاشقی بتازد. تو آن لشکر وحشی را نمی دیدی، خود مرا هم نمی دیدی. ماهک، شب قشنگ است. سکوت آن یادآور خوابهایی است که تو را در آن می بینم و سردی و سیاهیش یادآور لحظاتی است که از آن خوابها بیدار می شوم. گفتم خواب یادم آمد به توصیفات شکسپیر، آنجا که مکبث را به کشتن مرد خوابیده ای وامی دارد. نمیخواهم زیاده گویی کنم و بیش از این اشک خودنویس عزیزم را درآورم. خودت حتما آن جملات را خوانده ای. ماهک، تو همان بودی که شکسپیر در حق خواب بیان کرده بود. نامه 12. ماهک عزیزتر از جانم، 12مین روز نبودنت است و بارش غم بر زمین سوخته قلبم همچنان ادامه دارد. باران تگرگ شده است. دانه های درشت تگرگ اندوه آنچنان بر کشتی پاره پاره وجودم میخورند که تکه تکه های آن مثل آهن پاره گداخته ای که از زیر چکش آهنگری زورمند به اطراف پراکنده می شود به هر سو می جهند. این تکه پاره ها گاه آنقدر بالا می روند که به استخر همیشه لبریز اشکم می افتد و ارش می دسوار حجم عظیمی از محتویاتش را بیرون می ریزند. ولی افسوس که نمی توانم مثل ارش می دس یافتم راه بیندازم. من نیافتم و هرگز نخواهم یافت. جواب این را نمی یابم ماهک. نمیدانم از چه بیشتر رنج می کشم، از نبودنت یا از اینکه نمیدانم چه بر سرت آمده. روزی نیست که به هر سوراخ سنبه‌ای که میدانم ممکن است گذرت با آن بیفتد سرک نکشم. مثل یک کاراگاه نگاه می کنم و دنبال رد پایت می گردم. نه، تعبیر خوبی نبود ماهک. مثل یک زنبور عسل که گلش را گم کرده بو می کشم و دنبالت می گردم. ولی هیچ خبری از تو نمی شود. اثری از گل من نیست که نیست. تو کجایی ماهک؟ چرا نیستی؟ اصلا چه حالی داری؟ لااقل یک بار به این نامه ها جواب بده تا بفهمم حالت خوب است و نفسی به راحتی بکشم. آه بغض، این مهمان همیشگی این روزهای گلویم. دوباره که نه، 1000 بار سر رسیده بر در میکوبد
و مرا یارای مقاومت نیست. گاهی به بهانه کتاب خواندن، گاهی به بهانه نوشتن درش را باز نمی کنم. گاهی صدای موزیک را بلند می کنم تا در زدنش را نشنوم و راهش را بگیرد و از همان مسیری که آمده برگردد. ولی این تگرگ های لعنتی، من بروم در را باز کنم. نامه 13. ماهک، امروز هم گذشت. 13 روز است که می گذرد. صبح می شود، ظهر می شود، شب می شود و باز این روزگار نکبت بار چرخه را از نو شروع می کند و من ذره‌ای به نبودنت عادت نمی کنم. دروغ نگویم، دقایقی بوده که یادت مثل دندان درد بعد از خوردن مسکن کمی رهایم کرده باشد. ولی بعد با شدت بیشتری حمله کرده و چنان به خوابگاهم شبی خون زده که ساز و کار بدنم را به کل به هم ریخته. این هم از معجزات عشق توست ماهک. حس می کنم قلبم دیگر پمپ خون نیست، موتور اشک است. این ماده سیال مرموز را از تک تک سلولهای سوخته‌ام میمکد و به بالا میفرستد. چشمها ولی دیگر تمایل به آب فشانی ندارند. جدیداً خیره میمانند. به افق، به روبرو، به میز کافه، به دهان روانپزشک. راستی نگفتم درگیر روان درمانی شده ام. روزی 1 ساعت روبروی کسی می نشینم که برایم حرف بزند. کسی که از تو چیزی نمی داند، که تو را ندیده، چه می خواهد بگوید؟ چه می تواند بگوید؟ یادت است چقدر بر سر نظریات فروید بحث می کردیم؟ من آنها را غیر علمی می نامیدم و تو از من توضیح می خواستی. ماهک، آن بحث ها فقط بهانه بود برای با تو حرف زدن. میگویند، یعنی من خود میگویم، اگر میخواهی بدانی کسی چقدر دوستت دارد، ببین حرف زدن با تو را چه اندازه کش میدهد. من هر روز با تو بحث میکردم فقط برای اینکه کنارت باشم، وگرنه هیچ علاقه ای به فروید و روانشناسی ندارم. این را وقتی وارد مطب روانپزشک میشوم میفهمم. ماهک، تو هرگز نفهمیدی، شاید هم فهمیدی و به روی خود نیاوردی. تو حرف میزدی و گوشم را میدیدی که صدایت را میشنود. چشم خیره ام را نمیدیدی که محو تماشای ترکیب بندی صورتت شده. در آن لحظات تنها آرزویم این بود که میتوانستم پلک نزنم تا ثانیه ای زیباییت را از دست ندهم. نامه 14. ماهک عزیزم، 14مین روز نبودنت است. فکرش را بکن. 14 شب و روز است که نیستی و من هنوز زنده ام. نه اینکه زندگی می کنم. فقط قلبم می تپد، مو و ناخنم در رشدند. ریه هایم هواکشی می کنند و کلیه ها همچنان سنگ می سازند. وگرنه کدام زندگی؟ چه شب و روزی، چگونه روزگاری. ماهک، یادت است آن شب خسوف را؟ از ماه کامل و نحوه تشکیل ماه گرفتگی برایت گفتم. تو خوشت آمد و پرسیدی یعنی فقط ماه کامل خسوف می شود؟ بله ماهک عزیزم، ماه وقتی کامل می شود دلش می گیرد، چون می داند بعد از آن لحظه اوج دیگر رو به افول خواهد سرید. دلش خون می شود. دلفریبانه سیاه دلیش را به رخ زمین می کشد تا غرورش را زیر پا له نکند و آن زمان است که میلیون ها جفت چشم به آن خیره می شوند تا غرق لذت شود. شب 14 من است. کامل شدم و سرنوشتم در سیاه ترین و مخوف ترین چاه تیرگی فرو رفته است. بله، قلبم سیاه تر از آن است که با رنگ سرخ و دلفریب ماه مقایسه شود. اما این روزها می بینم چشمهایی را که دل گرفتگیم را رصد می کنند، تبلور دردهایم را،
نامه‌هایم به تو را می‌خوانند و از آن رد می‌شوند. نامه 15. ماهک، امروز حالم بهتر است. نمی‌دانم باد بوی تو را آورده یا پرندگان مهاجر خبرت را پیش گوشم زمزمه کرده اند. دیگر تو را دور و در بیخبری حس نمی کنم. تو دیگر در پشت کوههای افق نیستی، نزدیکتری. شاید این همان معجزه گذر زمان است، یا خواب لطیفی دلم را رام کرده. شاید هم تونل نامرئی بین قلب‌هایمان خبری از تو آورده که هنوز به سطح با خبریم نرسیده. فقط دلم را آگاه کرده. راستی این تجربه مشترک همه آنان که محبوبشان را گم می‌کنند نیست؟ قلم در دستم می‌لرزد و خون دلش را آرام به سینه کاغذ می‌مالد. می‌ترسم بی‌پروا بنویسم و به اتهام فراموشی متهم شوم. می‌دانی که ماهک، چو انداخته‌اند که عاشقان واقعی چنینند و چنانند و هر کس مجنون صفت و فرهادوار و خسروگونه نباشد، عاشق که هیچ، اصلا آدم نیست. فتوا داده‌اند نمرده برایش نماز کنند. این هم از جبر جغرافیاست ماهک. اجبار زندگی میان فرهنگ عجیب و غریبی که عقلایش سرداران سلحشور لشکری بوده اند که همواره به قلعه رفیع عقل و خرد تاخته است. دیدی چه شد عزیزم؟ یک ذره قلم را شل گرفتم، بیدرنگ راه احساسات را دور زد و به سمت جاده منطق پیچید. داشتم میگفتم حالم بهتر است، نه اینکه احساساتم فرو کاسته باشند، ابداً. قرص و محکم سر جایشان نشستند، اما وزش باد جنون در سرم آرامتر شده و هو کر کننده ای که زیر جمجمه‌ام پیچیده بود خشخش ملایمی شده است. انگار نسیم عشق لابلای واژگان تلمبار شده در مغزم میپیچد و مثل برگ‌های پاییزی تکانشان میدهد. هوای پاییزی را دوست دارم ماهک. خشک و خنک است. راست بگویم گاهی قطره بارانی هم از ابرهای آسمان چشمانم فرو می‌شکد، اما لابلای شاخه‌های جنگل مژه‌ها گیر می‌کند و به زمین نمی‌رسد. نامه 16. ماهک سلام. عجیبترین روزهای عمرم را که نه، ولی دارم روزهای غریبی را می‌گذرانم. دلم برایت تنگ است ولی گریه‌ام نمی آید. آسمان تاریک قلب محزونم غبارآلود است و بوی نم نمی دهد. فضای سینه‌ام گندمزاری را شبیه است که آفت به جانش افتاده ریشه‌اش را خشک می کند. دانه دانه گندم‌ها تباه می شوند و بر خاک می افتند. باد می وزد و گندم‌ها را مثل کاه با خود می برد. ولی من ته دلم روشن است. انگار ریششان در آب باشد. نمیدانم ماهک، شاید واقعا دارم با نبودنت کنار می آیم و چه ننگی است اگر این باشد. میگویند جنگجویان بومی آمریکا، همانها که در مملکت ما به آنها سرخ پوست میگویند، داروی مخدری کشف کرده بودند که با استعمال آن از هر رحم و شفقتی در امان می‌ماندند. این دارو را می‌خوردند تا یک وقت به دام اخلاقیات گرفتار نشده و خونریزی را متوقف نکنند. همیشه با خودم می‌گفتم عجب موجودات دیوانه‌ای بودند. حتی فکرش هم وحشتناک است که کسی با خودش این کار را بکند. ولی الان تا حدودی درکشان می‌کنم. کنار آمدن با نبودن تو برایم ننگ‌آفرین است. میخواهم دارویی پیدا کنم تا نگذارد این جنگ خونباری که دلم با مغزم به راه انداخته تمام شود. میدانی که دیکتاتورها جنگ را دوست دارند. خون میخورند و از خونهای ریخته جان میگیرند. شاید من هم دیکتاتور هستم. آری ماهک، اولین محصول عشق خودخواهی است و خودخواهی ها دیکتاتور می آفرینند. نامه 17. ماهک عزیزم سلام.
نمیدانم کجایی و چه میکنی. امروز گلبرگ‌های سرخ لب‌های نرمت به خنده باز شده اند یا نه؟ رود نمناک موهای موج دارد مزه لمس شانه را چشیده یا نه؟ چشمای خمار و جذابت از برق شوق درخشیده یا نه؟ راستی تو عاشق کتاب بودی. چشمایت امروز صفحه کدام کتاب را نوازش داده اند؟ حال مرا بخواهی بد نیستم. دارم کم کم خودم را پیدا می کنم. کنار آمدم با نبودنت؟ نه هرگز. بغض بیخ گلویم جا خوش کرده و حکم قده ای را دارد که در رگ و پیم درد ترشح می کند. همچنان همان اقیانوس رنجم، فقط کمی آرامتر. کمی خودم را باز یابیدم. شاید هم آرامش پیش از طوفان است. کسی چه می داند؟ شاید یک شب خوابت را ببینم و فردایش دوباره سینه‌ام کوه آتش فشان شود، یا یک جا اسمت را بشنوم و سلولهای مغزیم مثل پاپکورن داخل ماهیتابه به تکاپو بیفتد. فعلا که انگار همه دوستان شستشان خبردار شده و دیگر سراغت را نمیگیرند. فکر میکنم این روند طبیعی زندگی همه آنهایی است که اسید خورنده عشق در رگ و پیشان خلیده شده. چه خوب است که از آن عاشقان احمق نشدم که به کلی خود را آواره کوه و بیابان می کنند. نقل است که یک روز بین شیعیان و اهل تسنن دعوایی به راه افتاد. نزاع بر سر این بود که حق با علی بود یا عمر. زنجیر تعصب هم نمیگذاشت هیچ کدامشان استدلال طرف دیگر را بشنود. قرار میگذارند اولین رهگذری که از آنجا عبور میکند را حکم کنند و هرچه او گفت بپذیرند. دست بر قضا اولین کسی که گذرش به آن حوالی میافتد مجنون است. به سمتش هجوم برده. میپرسند حق با علی بود یا عمر؟ مجنون سر بلند کرده میگوید حق نه با علی بود نه با عمر. حق فقط با لیلی است. اگرچه مجنون شدم ولی هنوز حداقل 2/5 عقلم سر جایش است و همین تهمانده عقلانیت است که دارد دوباره مرا می‌یابد و به خودم نشان می‌دهد. نامه 18. ماهک عزیزم، ماه بی بدیل آسمان سینه‌ام، ستاره درخشان منظومه بی ستاره مانده‌ام. ترکیب صورت زیبا و گیسوان مواجی که پشت سرت آویخته بود، ستاره دنباله‌داری را میمانست که گاه گاه قدم بر صحنه آسمان میگذارد تا به اجرام سماوی یاد دهد دلبری یعنی چه. چشمان تو کهکشانی را میمانست که میلیون‌ها شهاب در آن غوطه ورند و گل به گل می درخشند. ماهک، تا حالا از دل کویر به آسمان نگاه کرده ای؟ ستارگان آنقدر واضح و نزدیک به نظر می آیند که آدم ناخواسته دست را برای گرفتنشان دراز می کند. ولی تنها چیزی که نصیبش می شود هواست. این را اولین بار در بچگی کشف کردم. نوروزها که برای دیدن پدر بزرگم به روستا می رفتیم، مسیرمان از کویر برهوت و تمیزی می گذشت. آن موقع ها مثل الان نبود. دل و دماغ داشتیم. مردم حال و حوصله داشتند. شب را در کویر اتراق می کردیم و من که شیفته نجوم بودم، چون آن روزها هنوز تو وجود نداشتی. چشم به آسمان می دوختم. هنوز یادم است اولین صورت فلکی ها را از همان دوران شناختم. آسمان نوروز میزبان صورتهای زمستانی و تابستانی بود و میشد در یک شب عقرب و جبار را با هم تماشا کرد. گاهی دستم را دراز میکردم تا ستاره ها را به هم متصل کنم و صورت فلکیش را در ذهن مجسم کنم. یادم است یک بار نوری درخشید و شهابی سینه تیره و تار آسمان را شکافت. ناخودآگاه دست دراز کردم آن را بگیرم و حتی که از جبر روزگار به ابر شهرها مهاجرت کردم،
چهره واقعی آسمانی که مردم شهرها می‌بینند را دریافتم. آسمان شهر کجا؟ کویر کجا؟ ماهک، تو برای من آسمان کویر بودی، خیلی نزدیک و در عین حال خیلی دور. تو همان شهاب ناگهانی بودی که برقی زد، نوری پاشید و همین که برای گرفتنش دست دراز کردم خاموش شد. همان شعاع درخشنده، نور گذرنده، همان ستاره پرنده که من مثل قهرمان بوفکور نتوانستم برای خود نگه دارم. نامه 19. ماهک عزیزم سلام. این روزها عجیب می‌گذرد. به دلم افتاده مرا از یاد برده ای، ولی من خاطره چشمانت، یاد لبخندهای ملیح جان بخشت، گفتگوهای تمام نشدنی من همه در خاطرم حک شده اند. دستگاه حافظه من ماشین جان سختی است که به این راحتی ها وا نمی دهد. ایام تغییر فصل است. اشک چشمهایم را لبریز کرده، سرفه و سردرد امانم را بریده. همراه با طبیعت من هم در حال دگرگونش شده ام. انگار در زندگی من هم دارند فصل جدیدی را ورق میزنند. همراه با بادهای توفنده ای که هر شب در حیاط خانه میپیچد، تند بادی در مغزم زوزه میکشد. شاید میخواهد یاد تو را و عشق جاودانت را بردارد و با خود ببرد. طبیعت حسود است ماهک، تو را برای خود میخواهد، ولی جای تو امن است. طوفان در سر است، قلبم آماج نیست. قرص و محکم نشسته ای و به ابر و باد و مه و خورشید و فلک میخندی. رعد و برق خنده های توست که در قهقهه ای همراه با برق چشمانت به ریش آسمان حواله می شود. خب تا اینجایش که به خیر گذشت. از این به بعدش هم به قول معروف خدا بزرگ است. میگویند فردی از یک ساختمان 50 طبقه سقوط کرده. همینطور که پایین می آمد طبقه ها را می شمرد. 45 را که رد کرد، در چند ثانیه مانده به متلاشی شدنش با خود گفت تا اینجاش که به خیر گذشته و به جایی نخوردم. از اینجا به بعد هم خدا بزرگه. حالا حکایت من است. راستی چرا همه جا جار میزنند خدا بزرگ است و هیچ کس نمیپرسد این خدای بزرگ اگر میخواست راه حلی بفرستد چرا از اول جلو مشکل را نگرفت؟ این را مخصوصا در بیمارستان که بودم زیاد دیدم. راستی نگفتم که بستری شدم؟ حالم که خراب شد در یک بیمارستان روانی همین نزدیکی ها گوشه عزلت گزیدم. حقیقت را بخواهی از زندگی در آنجا ناراضی هم نبودم و اگر سگ هار بیپولی پادشه‌ام را ول کرده بود همانجا ماندگار می شدم. شاید یک روز خاطرات تیمارستان را برایت بنویسم. آنجا هم همه می گفتند انشاءالله خدا شفا می دهد. هیچ کس نمی پرسید خدا چرا مرض داده. از همه بدتر این که احمق‌ها جلو پزشک و پرستار و انترن و رزیدنت این را می گفتند. انگار نه انگار که این بیچاره ها شب و روزشان را گذاشته اند تا دستگل از بیماری خلاص شود. بعد اینها خیلی راحت همه شکست ها را به گردن بیمارستان انداخته شفا و بهبودی را لطف خدا تلقی می کردند. دیوانه‌خانه واقعی بود. حاطف اصفهانی هم همین را دیده بود که گفته بود صد ره از غصه من شوم بیمار تا یکیشان رهد ز بیماری. چون شفا یافت به که بازو را چشم پوشی و مرده انگاری. ولش کن ماهک. اینها را چون کسی را ندارم که بشنود برای تو می نویسم. نامه 20. ماهک عزیزم، گل شاداب باغچه امید و آرزوهای از دست رفته‌ام و نغمه دلانگیز پرندگان صبح خوان
2 روز است برایت چیزی ننوشته‌ام. دارم 21مین روز نبودنت را تحمل می کنم. 21 روز است که به قول آن راوی محبوب پیت را گم کرده ام. نیستی. و افسوس که برای همیشه بسته شدن روزنه ای که تو را از آن می دیدم و دهانم از حیرت باز می ماند. همونجا که تو غرق در اندیشه های خود بودی و من در پسکوچه های شهر حیرت، سرگردان از اینکه چطور ساعت ساز کور طبیعت میتواند آن اندازه خوش سلیقه باشد که تو را بیافریند. 3 هفته است که باغ سرسبز دلم خشکیده و دیوی مخوفتر از پاسبان خونبابا نگهبان آن شده است. مبادا آرامش و شادی در هیئت انکیدو و گیلگمش داخل شوند. 3 هفته است به جای صبا وبا می‌وزد. نعش بیجان درختان سدر یکی یکی تباه می‌شوند و بر خزه ها می‌افتند. خس و خاشاک می‌شوند. نعرهای خونبابا شیرازه وجودم را می‌درد. آری ماهک، قلب من جنگل سدر بود آن زمان که تو در قلعه خدایان یگان خدای من بودی و حالا آن قلعه خالی مانده. تقدیر اگر حقیقت داشت و خدایان اگر وجود می داشتند، تو محکمترین سند وجودیشان بودی. حالا می دانم چرا نیستی. شاید تو هستی ماهک، همیشه خواهی بود و این منم که دیگر نیستم. جرمم این بود که نگاهت کردم و هر که در چهره خدایان بنگرد باید فنا شود. نامه 21. ماهک عزیزم، باز هم در شب برایت می نویسم. شب این پناهگاه دنج عاشقان، کلبه محقر متفکرین گمنام، مسکن دردهای دل عارفان و جوشاننده دیگ طبع شاعران. شب را همه آنها که از هیاهوی ابلهان بیزارند دوست دارند، ولی علاقه من به آن از جنس دیگری است. شب را دوست می دارم از آن رو که همرنگ موهای توست، همانقدر سیاه و مرطوب. یادت است ماهک، موی تو کوتاه بود مثل قامت درخت زندگیم و سیاه بود مثل شب، نه مثل بخت واژگونه ام. ماهک عزیز، تو نیلوفری بودی که در مرداب خوفناک قلب من پیچ و تاب خورد تا با دم مسیحاییش مرداب دریا شود. آنجا که ارکستر شبانه جیرجیرکان و قورباغه ها شمشیر بر سکوت می کشیدند. در خواب دیدم انگار تو شب را روز کردی و مرداب را دریا. بعد انگار جیرجیرک حقیقت پایم را گزیده باشد از خواب پریدم و چشمم جز تاریکی و سردی و مردابی بدون گل چیزی ندید. تو که بودی عقربه های ساعت روی هم سر می خوردند. لحظه ها مثل برق و باد می گذشتند و خیالی نبود. حالا عقربه ها به هم گیر می کنند. هر ثانیه مثل سوزنی که در اسفنج فرو کنند در قلبم فرو می رود و دم برده می زنم. نمی خواهم بدانند چه جهنم هولناک و سیاهی در دلم می جوشد. در من مردابی است که نیلوفرش را می خواند. آسمانی است که ماهش را می جوید. زغالی است که اخگرش را می خواهد. نامه 22. ماهک عزیزم، تو روشنی بخش غار تاریک تنهاییم بودی. حالا که مرا از آن بیرون کشیدی، مسدود کننده مدخلش شده ای و نمیگذاری دیگر به آن بازگردم. از آنجا مانده و از اینجا رانده ام کردی. امروز داشتم فکر می کردم نامه ها را کمتر کنم. در هر حال تو که جواب نمی دهی، پس چه فرقی می کند بنویسم یا نه؟ خواستم به درب غار پتک جمجمه‌ام را بکوبم و داخل شوم.
آنقدر بروم تا به انتهایش برسم، به همانجا که نوری نمیرسد و دیوارش دریچه ای رو به باغ زیر زمینی مردگان دارد. عزمم جزم بود و قدمهایم استوار، اما چیزی از ماورای وجود مانعم شد. تو یادت نمی آید در دوران سیاه کودکیم هیچ گونه ابزار سرگرمی نبود. زندگی و شهر کوچه و مدرسه و هنر و همبازی و تفریحاتمان بوی جنگ و آتش و خمپاره گرفته بود. یکی از سرگرمی‌های خاصمان این شده بود که کبریت شعله‌وری را در دهان می‌گذاشتیم، لب‌ها را محکم می‌بستیم تا راه ورود هوا را ببندیم و کبریت خفه شود. بعد دهان داغ شده را باز می‌کردیم و حجم دود سفید گوگرد را بیرون می‌فرستادیم. این کار لذتی در هم نسلان من تولید می‌کرد و هیچ وقت هم علتش را نفهمیدم. شاید هیجانی که در سرعت عمل و جلوگیری از سوختن سقف دهان ایجاد می‌شد، رودخانه آدرنالین را در رگ‌های من جاری می‌کرد. شاید هم حس بلوغ و احساس بزرگ شدن عامل این لذت بود. تفریح ما همین چیزها بود. یادت باشد دارم از روزهایی حرف میزنم که 7-8 سال بیشتر از بلبشوی 57 نگذشته بود و کل مملکت مثل چشمهایم رنگ خون گرفته بود. گاهی که در بستن لبها سرعت کافی نداشتم یا نفسم از بینی به دهان می رسید، کبریت خاموش نمی شد و دهانم را می سوزاند. حالا بعد از 30 و چند سال فهمیدم که برای کشتن آتش عشق در دل هم باید دهان را بست. ولی مگر می شود؟ همین که می آیم قلم را زمین بگذارم، نوک تیز و سوزان کبریت مشتعل مانده عشقت مثل مار 2 سر دیوار قلبم را می گزد و به نوشتنم وامی دارد. نامه 23. ماهک عزیزم، نمیدانم خبر داری یا نه، تو میوه باغ دلم بودی، گل شاداب بوته‌های زندگی و آرزو بودی که در خاک نچندان حاصل خیز قلبم سبز شد. درخشش چشمان تو نور نبود، دریای پربرکتی بود که سرزمین قحطی زده هویتم را آباد کرده بود. بسان ابری که بر کویر خشکیده ای سایبان شد و بارید. بعد از تو نه گلی بر بوته ای ماند، نه میوه ای بر درختی. در افسانه ها آمد آن هنگام که سرزمین اعجاب انگیز مصر گرفتار قحطی شد و مردم چیزی برای خوردن نداشتند. روزی 3 مرتبه به دیدار یوسف نامی می رفتند تا از جمال و جلال او تغذیه کنند. حالا این که قصه یوسف چقدر درست است را فعلا کنار بگذار. خواستم بدانی تو برای من همین نقش را داشتی. با دیدنت سیراب می شدم. سرزمین قلبم از تلألؤ جمال تو تغذیه می شد ماهک. روزی که دیگر نبودی، سفره پر برکت دلم را هارپی هاره بودند و نفرینم کردند. دنیا تنگ و تنگ تر شد و گنبد سقف آسمان فرو افتاد. به ناگاه همه درختان باغ درخت انجیر شدند و از میان افسانه هایی که بوی کهنگی میداد، عیسایی خصمانه خطابشان کرد، آنگونه که تا ابد میوه بر آنها نروید. آری ماهک، مسیح که باید زنده کند هم گاهی میکشد. نامه 24. ماهک عزیزم، سردرگمتر از آن هستم که بدانم کی هستم و دقیقاً دنبال چه میگردم. اصلا برای چه به دنیا آمدم؟ جایگاهم کجاست؟ مردم مرا به چه چشمی نگاه میکنند؟ نه اینکه اهمیتی داشته باشد ها، ولی بی اهمیت هم نیست. خود تو اگر بخواهی مرا به کسی معرفی کنی از من چه خواهی گفت؟ گفته هایت چقدر با آن که پیش رویم میگفتی متفاوت خواهد بود.
دوست دارم یک 24 ساعت کامل را به این اختصاص دهم و جوابش را بیابم، ولی بیفایده است. من حتی نمیدانم خودم تو را چگونه میبینم. در خلوت خود تو معشوقه ازلی و ابدی منی که وقتی پیدا شدی بند وجودم فریاد برآورد بندیکتوس کی ونیس و مرا فرمان داد مانیبوس اودات لیلا پلنیس. در بیرون از این خلوت اما تو را نمیدانم چه مینامم. مثل آسمان نیم کره شمالی شدم که پر است از صورت فلکی. هر طرفش را نگاه کنی 10-15 صورت در آن خواهی یافت، ولی تنها یک صورت است که هرگز غروب نمی کند. ماهک، تو دب اصغر آسمان قلب منی، همان خرس کوچک جذاب که در اوج قله رفیع آسمان جاودانه لمیده فخر می فروشند. تو نه غروب کردنی هستی نه جابجا شدنی. میخواستم روی خرس ولنتین همین جمله را برایت بنویسم، اما نماندی ماهک، ولی غروب هم نمی کنی. گاهی شده که شاعر درونم به دلبرکان خیالی دل بسته تا برایت جایگزینی بیابد، ولی تو سوار بر توسن سرکش خاطرات به آتریسوار بر ویرژیل درونم حمله آورده ای و من از قلبم شنیدم اگناسکو وتریس وستیجیا فلامه. نامه 25. ماهک عزیزم سلام. ترس عجیبی سرابهای وجودم را فرا گرفته. میترسم بمیرم پیش از آن که زندگی کرده باشم. میترسم این عشق بنیان مرا از بیخ برکند و هیچ کس به دادم نرسد. 13-14 ساله که بودم یک بار در خواب دیدم که در یک دشت وسیع ایستاده ام. دور برم چیزی نبود جز تعدادی ساختمان متروکه و تاریک، ساختمانهایی که معلوم بود روزی خانه‌های آبادی بوده اند. از پشت بام یکی از خانه‌ها صدای آواز می آمد. این را می خواند: صدای عشق تنها در دل عشاق می پیچد. صدای آسمانی بعد شروع کرد به خواندن اشعاری در توصیف صفت نابود کنندگی عشق. بیدار شدم، بیدار واقعی. از همان روز ترس عجیبی از عاشق شدن در دلم لانه کرد و دچار فوبیای عشق شدم. دور دلم حصار کشیدم، درش را چفت و بست زدم و کلونش را پیش کشیدم. تو ولی از راه رسیدی با تبری بردوش، درب را شکستی و کلون را خرد کردی. ترسم از یاد رفت. فکرم این بود که عشق بلیت کشتی خواهد شد که در رودخانه محبت لنگر انداخته، همان کشتی رؤیایی که از دریای ممنوعه می گذرد و به ساحل جاودانگی می رسد. فریب افسانه هایی را خوردم که می گفتند هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. و حالا از نگاه کردن در آینه می ترسم. ماهک، من از این پیرمرد غریبه ای که پشت آینه ایستاده می ترسم. امروز در کسوت سیدوری ساپیتو از خودم پرسیدم چرا رخان تو این گونه پژمرده اند؟ چگونه رخان من پژمرده نباشند و پیشانیم چین تیرگی نخورده؟ چگونه روح من آشفته نباشد و قامت من خمیده؟ چگونه درد در دل من جا نگرفته باشد؟ چگونه مانند سرگردانان راههای دور به نظر نرسم؟ رفیق من، عزیز دل من، امید من، که با هم روزها و شبهای دلانگیز داشتیم، که روشنی چشم و جلادهنده روح من بود، او که خنده‌هایش رشک قناری و بلبل را به دنبال داشت، همو که وقتی راه می رفت دل را مثل سایه به دنبال خود می کشید. ماهک من دیگر نیست و نمیدانم کجاست. نامه 26.
محک عزیزم سلام. 2 پاره شدم. راستش را بخواهی کل زندگیم 2 پاره بوده. همه عمر شاهد جنگی میان سر و سینه ام بودم که گویی پایانی ندارد و انگار بد هم نبوده. غنایم این جنگ کاغذ پاره هایی بوده که تنها ماحصل عمر کوتاه منند. میگویند آن کس که از نبرد با دشمن ارتزاق می کند دوست ندارد دشمن از میان برود. شاید این قاعده شامل من هم بشود ماهک. و چه دردی است اگر این باشد. من همه عمر با چشم حقارت به مشمولین این جمله نگریستم و حالا خودم. اصلا ولش کن. راستی قبلا چقدر پیرامون دوالیسم حرف می زدیم. شاید حق با دکارت است. قسمتی از وجودم جولانگاه یک من عاشق سینه چاک مجنون صفت مدهوش روانی بی منطق شده که حاضر است برای محبوبش به هر خفتی سر نهد و پیه هر حقارتی را به تن دردمندش بمالد. قسمت دیگر اما یک من مغرور عاقل علم گرای منطقی نشسته که پیپ میکشد و در خاطرات عشقیش غوطه میخورد و خوب اگر بنگری این من دوم هم گرچه حفظ ظاهر کرده اما قلبش از آتشدان چپقش مشتعل‌تر است. با هر نفسی که فرو میمکد انگار هوا را به مجمر دل میرساند. هر نفس بادی می شود از باد بزنی ناپیدا بر باب زنی مخفی. بادی که به جای ریه به دهلیزها می رود. بر زغالی که اخگر به جانش افتاده می دمد می درخشد و شعله در آغوشش می رقصد. نامه 27. محک عزیزم نمی توانی تصور کنی چه اندازه حواس پرت و گیج شده ام. حواس پرت نه، سردرگم بهتر است. آری سردرگم. به 1000 تویی افتاده ام که از گره های زلف تو هم پیچیده تر است. با تن خسته یک گوشه ایستاده ام و نمیدانم از چه راهی بروم. گرچه فرقی نمی کند. آدم وقتی نداند مقصد کجاست چه تفاوت که از کدام راه برود. من حتی نمیدانم که میخواهم از این عشق خلاص شوم یا نه. گرچه درد ریشه ام را میسوزاند اما هر هنگام که کلوخ این پرسش را به چاه وجودم میاندازم همه از اعماقش برمیخیزد که گویی 1000 بله و 2000 نه در میان 10,000 نمیدانم ته آن میلولند و مثل کرمهای مردخار از دیوارش بالا میخزند. ماهک من در لابیرنت عشق تو گیر افتادم و حرامزاده ای گاو سر انتظارم را میکشد. تو قرار بود ریسمان آریان من باشی. آنگاه که بی اذن خود در پیچا پیچ مخوف این دنیا پیش فرستاده شدم. عشقت اما ریسمان دیگری بود. بندی از جنس هنر لطیف و ویرانگر که بر گردنم افتاد و مرا پرتاب کرد به دریای بی ساحل حیرت و سرگردانی. همان دریا که سعدی می گفت بی پایان است. و حالا منم که پنجه در پنجه دیو 7 سر عشق افکنده ام. نه غالب می شوم نه مغلوب. جبر زندگی مانع پیروزیم شده است و کوه غرورم مانع گریز. نامه 28. ماهک عزیزم برکه بیخوابی هایم دارد کم عمق می شود. پردهدار مرموز دروازه های چشمم گاهی مهربان می شود و اجازه ورود لشکر خواب را به قلعه جمجمه‌ام می دهد. دیشب خوابت را دیدم. نمیدانم کجای این لشکر بودی، در کجاوه بر اسب یا پیاده. فقط میدانم که حضورت مثل شمعی بر تاریکی های مغزم نور می افشاند. در خواب هم مثل همان موقع هایت ظاهر شدی. همان دلبرک همیشگی، یک فرشته مهربان که رگه هایی از شیطانی خبیث در خود داشت. شاید همان شیطان خبیث
که رگه‌هایی از یک فرشته مهربان در تار و پودش تنیده بودند. ماهک، تو ترکیبی از فرشته‌ای خبیث و شیطانی مهربان بودی و همین دوگانگی وجودت بود که مرا خوش می آمد. نقل است که آشیل دلاور، همو که پاشنش با او همین کاری را کرد که عشق تو با من، نیزه ای داشت به بلندای قامت سربت. این نیزه با ضربه اول زخم کاری میزد و بانگ جرس مرگ را به صدا وامی داشت، اما با دومین ضربه عیسی صفت زخم را التیام میبخشید و جرس خاموش میماند، مثل همان کاری که بوسه ها در مخزن اسرار مدفون در باغ گنجه میکردند. کسی چه میداند؟ شاید این قصه را شاعری ساخته که دلبر گم شده اش را در خواب دیده. شاعر باستانی چشمهای خمار و لبهای آتشین معشوقه را به کوره شعرسازی مغز فرستاده و نیزه آشیل را از آن طرف بیرون کشیده. وگرنه آشیل چه، نیزه کجا؟ ماهک، تو استاد فن دوپاره کردن بودی. موسای وجودت دریای درونم را شکافت، مرا چنان با خود بیگانه کرد که دیگر خود پیش از تو را در یاد هم ندارم. چشمان تو نیزه آشیل من بودند، اما ضربه دومی هرگز بر جگرم نواخته نشد. نامه 29. ماهک عزیزم، به حساب نجومی 1 ماه است که نیستی و به حساب تقویمی 28 روز است. فکرش را بکن. از آخرین روزی که با هم حرف زدیم، قرص ماه 1 بار به طور کامل مثل صورتت روشن شده و دوباره به هلال باریکی که یادآور کمرت است رسیده. انگار با نبودنت کنار آمده ام، یا نقش کنار آمدن را بازی می کنم. این جان سختی را در خود سراغ نداشتم. تو باعث شدی در وجودم کشفش کنم. بعد از تو به چیزهای زیادی در خودم پی بردم. در من گویی 2 من در جدال دائمی اند. گاهی من روشن فکرم غالب می شود و این فکرها مغزم را پر می کنند که بله خب ما هم مثل 2 آدم متمدن عاقل و بالغ که در قرن 21 رابطه‌ای داشتند و به تفاهم نرسیدند، مؤدبانه و محترم از هم جدا شدیم. این گونه خودم را دلداری و آرامش می دهم و چقدر هم خوب و قشنگ به دلم می نشیند این حرفها. بعد می روم لابلای رفتارهایت و در اندک روزنه های باقی مانده ای که هنوز گاهی با آنها سرک می کشی و بوی تو را می دهند، دنبال نشانه های این احترام و ادب می گردم و می یابم. دلم آرام می گیرد، به زندگی عادی سلام می کنم. ولی یک دفعه به خودم می آیم و می بینم دقیقه های متمادی است با گردن کج و نگاه خیره به نقطه‌ای نامعلوم خشکم زده و در دریای خاطراتت رقص غم می کنم. اینجاست که می فهمم کلاه من روشن فکر در عالم بیعقلی عشق پشمی ندارد و عقل در کوی عشق زمینگیر است. ماهک، امروز نمیخواهم قلم را به جاده اسطوره‌ها و افسانه‌ها برانم. خود من دارم افسانه میشوم. مردی با 2 من درون قابلیت افسانه شدن را دارد و این شاید حس مشترک همه عاشقانی است که ارادت زیادی هم به عقل دارند. نامه 30. ماهک عزیزم، امشب جوهر خودنویسم تمام شده. تا صبح صبر نمی کنم که جوهر بخرم. با خودکار برایت می نویسم. فرق چندانی نمی کند. خودکار هم سیاه می نویسد، هم رنگ شب و دل. نمیدانم چه رازی در دل موهوم شب نهفته که آدم را به نوشتن وامی دارد. این حجم مبهم تاریک که درست مثل موهای تو که بر صورتت می ریزند آسمان را می پوشاند چیست؟
جنسش را نمی شناسم. فقط می دانم راز مخوفی در دل خود حمل می کند. شاید حافظ هم همین را فهمیده بود که شب را آبستن می دانست. شاید 30 روز از گم شدن شاخ نباتش گذشته بوده. نه محک، شب آبستنی نیست که فردا روز را بزاید و من چشم انتظارش باشم. شب خود نوزاد است. بیرون جهید از زهدان زنی دیوانه که نمی شناسمش. در شب پنجره های دل رو به دلتنگی باز می شوند. و هوای خفیف و مسموم اندوه به درون می خزد. شب سیاه نوشته های یک عاشق تنهاست. چرک نویس نامه های عاشقانه سربازانی است که هرگز از جنگ برنمی گردند. شب هنگام بسامدی از هیچ منتشر می شود که فقط گوش های دیوان آن را می شنوند. مثل نوری که از صورت تو می تابد و گرگینه ها را بیدار می کند. امشب چقدر هوا خفه و نمناک است. انگار غبار افسردگی را در هوا تکانده اند و دختری دل شکسته بر شهر گریسته. ماهک، تو هوای دلت شب است یا روز؟ شاید هم سحر. هوای دل من اول غروب است. روز تازه رفته و شبی دراز انتظارم را می کشد. راستی تو هم دلت برای من تنگ می شود. در یادت مانده ام یا نه؟ همین که نامه هایم را بخوانی مرا کفایت. نامه 31. ماهک عزیزم، امشب قران ماه و مشتری است. نگاهت به آسمان نیست؟ کاش بودی. این نیم دایره آبلگونی که تکیهگاه آن نقطه نورانی شده برایم آشناست. حس غریبی است. به عقب که نگاه می کنم زنجیری از جنس خیال می بینم. زنجیر زندگیم که قرار بود با تو بافته شود. حلقه های به هم پیوسته اش خاطره های دور و نزدیکی هستند که ریشه در هیپوکامپ دارند. آن سرش را نمی بینم. این سرش اما به پاهای من بسته و نمی گذارد قدم از قدم بردارم. به پشت سرم که نگاه می کنم دلم بوی غم می گیرد و جگرم تاول می زند. سرم سود می کشد و پاشنه‌ام میخ می شود بر زمینی که دیگر رازدار هیچ بوسه ای نخواهد بود. راستی ماهک، تو مرا چگونه یاد داری؟ چهره‌ام به یادت مانده؟ ما حتی یک عکس با هم نگرفتیم. نگاه کن، در یکی از حلقه های همین زنجیر نشسته ایم. سر را بر سینه ام تکیه داده ای؟ تو عجله داری و وقت نمی شود دوربین را به ثبت این لحظه مفتخر کنیم. می روی تا دوباره برگردی و دیگر بر نمی گردی. چه کوتاه بود این مقارنه. این حلقه جنسش فرق دارد انگار. سیاه است، سرخ است، داغ است. نمیدانم تو هم پشت سرت این زنجیر را داری یا نه. نامه 32. ماهک عزیزم، حواست هست 1 ماه است که نیستی. 1 ماه است که تهی شده ام. 1 ماه آزگار است که ماهم از آسمان ابری سینه ام رفته و نور سیاه بر سراسر وجودم تابیده. ماه من، حتی ماه زمین هم بعد از 1 ماه رجعت می کند. تو ولی نیامدی تا به زمین هم حسادت کنم. رند شیرازی را که می شناسی، یک روز که حالی شبیه من داشت گفته بود ماه همین هفته برون رفت و به چشمم سالی است. راست و دروغ ادعایش را نمیدانم، ولی راستش با عقل من جور در نمی آید. فقط 1 سال؟ پس چرا به چشم من از 10 دهه هم بیشتر است؟ انگار 40 سال است که تو رفته ای. شاید زمان حافظ 1 سال طولانی تر از الان بوده و کم کم آب رفته. شاید هم حافظ عاشق نبوده و از همان لافهایی می زده که به ما می گفت نزنید.
نمیدانم تا حالا چند بار با دوستان اسلام باور نواندیش برخورد داشته ای. همان متکلمین کراوات بسته فکل زده که اصرار دارند فیلسوف خطابشان کنیم. ولی حتما با این استدلالشان آشنا هستی که وقتی از آنها بپرسی دین شما چگونه کل پروسه خلقت را در 6-7 روز خلاصه می کند، جواب می دهند که هر روز قرآنی معادل چند میلیون سال است. شاید حافظ هم متکلمی بوده که لباس شعر پوشیده و منظورش از سال قرن بوده مثلا. خلاصه اینکه ماهک روزهای نبودنت به اندازه چند سال بر من می‌گذرند. عمرم سیاه و تباه شد. 40 سال پیش بود که کلوتوی زیبارو دست به کار شد و رشته‌های مخصوص مرا با بد سلیقگی خاصی ریسید. بعد باکسیس سرنوشت کلاف بافته‌های خواهرش را آرام آرام گشود. تا اینجایش را همه می‌دانند. چیزی که نمی‌دانند رمز و راز سومین دختر است. اسم دیگر آخروپوس عشق بود. آن خواهر سوم که جگرگوشه خدای تقدیر است، 1 ماه است که در قلب من لانه کرده و نام دهن پرکن عشق ماهک را بر خود نهاده. افسوس که ترکیب اشک چشم و خون دل لبه های مقرازش را زنگار زده و یک دفعه نمی برد تا راحتم کند. نامه 33. ماهک عزیزم، امروز در اوج دقایقی که فکر می کردم دریای مواج قلبم فروکش کرده و دیگ جوشان احساسم به تو از غلیان افتاده. در آن تابش اولین شعاع نور از روزنه امید به زندگی عادی، ناخواسته عکست را در گالری گوشیم دیدم. نمیدانی چه شد. به ناگاه گوشی محمد رودکی شد. عکس تو شعر شد و من شدم امیر سامانی. بوی جوی مولیان و یاد یار مهربان دست در دست هم از راه رسیدند و شد آنچه نباید میشد. زلزله ای سراپای وجودم را فرا گرفت و چشمه‌های رازناک چنان از لابلای منافذ پوستیم جوشیدن آغازیدند که در وصف نگنجد. انگار پرتاب شدم به اولین صفحات رمان انتقال ابدی. یک آن احساس کردم روی زمین زلزله زده و زیر آسمان رگبار گرفته ایستاده‌ام. قلبم مثل توپ‌های جنگی قدیمی آماده شلیک نهایی و فرو ریختن شده بود. نمیدانم چقدر زمان لازم بود تا به خودم بیایم. هنوز زمانش فرا نرسیده. ماهک یادت است نیروهای طبیعت را برایت برمی شمردم. پرسیدی کدام قوی تر است؟ گفتم هسته‌ای قوی. دروغ بود ماهک. قوی ترین نیروی طبیعت عشق است. نمیدانم آن را در دلت داری یا نه. اگر داری میدانی چه میگویم. خرد استعدادی از شاعری دارم. شاعران اگر دروغ نبافند نانشان آجر است. شنیدم که میگویند گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمیکاهم. همین هم دروغ است. در کمدی الهی دانته آنجا که دیو معلق مرکز زمین را در دراماتیک ترین حالت ممکن دور میزنند و از دوزخ به برزخ میرسند، زنی را میبینند لاپیا نام. لاپیا از دانته میخواهد وقتی به زمین برگشت او را به یاد آرد و دانته در جهت دلخوشی او برای 3 جمله مینویسد. فکرش رو بکن. او 3 جلد کتاب نوشت و فقط 3 جمله را به لاپیا اختصاص داد. اما همین 3 جمله فصیح‌ترین و زیباترین جملات کمدی الهی لقب گرفته‌اند. و حالا من بالغ بر 30 نامه برایت نوشته‌ام. تو 3 خط جواب بده. لاپیا را به یاد آور ماهک.
نامه 34. ماهک همچنان عزیزم، مدت هاست برایت می نویسم. درست است اسمش را نامه گذاشتم، ولی فقط نامه نیست. دارم زندگیم را برایت شرح می دهم. این همه نوشتم، شاعرانگی کردم، خلاقیت به خرج دادم، مبتکر شدم، طبع آزمایی کردم، واژه واژه را در قابلمه سخن ریختم و هیزم احساسات را زیرش کپه کردم. کاغذ و جوهر و تمبر مصرف کردم تا دلم آرام گیرد و دردم کاسته شود. واژه، کلمه، نامه، داستان خوبند، ولی اینها درست مثل شراب و خواب مصنوعی شوهر لکاته تسکین کمی را در کوزه فراموشی می ریزند و تحویلت می دهند و جدی جدی پس از مدتی بر شدت درد می افزایند. منقل و وافور ندارم، ولی پیپ که دارم. باید بنشینم با سایم حرف بزنم، شیره زندگیم را قطره قطره در حلقومش بچکانم. کاش موسیقی بلد بودم تا با زبان نوت‌ها برایت بنویسم. کاش معمار بودم تا برایت تاج محل بنا کنم. رقصنده بودم تا برایت برقصم. افسوس که به جای من قلم می‌رقصد. به جای نوت نوفه حروف نجوا می‌کند و به جای تاج محل قصر کافکا در دلم بنا شده است. ماهک بچه که بودم همه همکلاسی هایم دوست داشتند خلبان بشوند. من آرزوی دانشمند و نویسنده شدن داشتم. بزرگتر که شدم فهمیدم این چیزها برای مملکت ما نیست. اینجا حق انتخاب نداری. باید به هر ریسمانی چنگ بزنی تا کلاهت را باد نبرد. یک دفعه به خودم آمدم، دیدم نه خلبان شدم، نه دانشمند، نه نویسنده، فقط یک عاشق شدم. من از این همه نوشتن خسته شدم ماهک. میخواهم خلبان باشم، بر هواپیمای خیال بنشینم، به سمت تو پرواز کنم. نزدیکت که رسیدم بمب‌های محتوی عشق را بر سرت فرو بریزم. دیربار حضرت ناهید را به قلبت نشانه بروم و ماشه را بچکانم. نامه 35. ماهک، این آخرین نامه است که برایت می نویسم. آخرین رقص قلم است. آخرین باری که استوانه نرم آن را در دست می گیرم تا به کاغذ بپاشد آنچه را که حنجره‌ام نمی تواند در هوا منتشر کند. این قلم یک دنیا حرف نگفته است که فقط تو و من می دانیمش. حالا شراب رف را نوشیده، جوهرش با زهر مار ناک ممزوج شده و دیگر مثل بوگامداسی پیچ و تاب نخواهد خورد. انگشتانم که تا امروز قلم را نوازش می کردند دوباره بوی توتون می گیرند. خسته ام ماهک. خوبش را بخواهی بدانی نگه داشتن قلم را لای انگشتانم تاب نمی آورم. دیگر تحمل دیدن خودم در آینه را هم ندارم. نفسهایم انگار سرب را از هوا می مکند. قلبم سربار سینه ام شده و سرم روی گردنم سنگینی می کند. بند بند اعضای بدنم جدایی طلب شده اند. سلول هایم تجزیه خواهند و ذهنم خود مختار. گوارشم آتش به اختیار و چشمم دیکتاتور تا یک وجب جلوتر از خودم را نمیتوانم ببینم. آرواره هایم مثل اسلام و جمهوریت به هم چفت نمیشوند. خسته تر از آن هستم که با این استعاره ها به وصف درآید. هوای زمین هم گرم تر از آن شده که طاقتش را داشته باشم. رو سیاهیش برای راست ها. آه ماهک، کاش احمقی بودم میان ابلهان. کاش تناسخ راست بود. الان می توانستم قلم را مجبور کنم برقصد، بنویسد که در زندگی قبلیم حشره بودم. ماهک، من در جهنمی گیر افتادم که هیچ امیدی به بهبود شرایطش نیست. در اقیانوس بیکرانه یأس و غم
بر قایق شکسته وجودم سوارم و بی هدف پارو میزنم. قبل ترها بادبان و دکل و لنگر هم داشتم، ولی در راه جاه طلبی ها از دستشان دادم. در اقیانوس بیکرانی یأس و غم حالا فقط منم و قایقی با یک لنگ پارو. هرچه بیشتر تلاش میکنم با سرعت بیشتری دور خودم میچرخم و تا چشم کار میکند هیچ امیدی نیست. 40 سال است در این باتلاق کثیف گندآلودی که اسمش را زندگی گذاشته‌اند فرو رفته‌ام و دم بر نمیزنم. لحظه به لحظه سرم به سطح لجن‌اندود زمینی که بوی عفن میدهد نزدیکتر میشود و کسی نمیبیند. انگار دورم را دیوار کشیده اند. زندگی خوبی نداشتم ماهک. عمرم به بطالت گذشت. از همه مهمتر روح من دنبال آرامش نبود. من به دنبال هیجانات و آزاد کردن خشم مردانه ام بودم. احساسات من روی دیگر خشم من هستند. من سورئالیستی سیاه بودم، تو رئالیستی شفاف. شاید اگر اندکی اکسپرسیونیسم بر سرمان باریده بود می توانست زوج ایدئالیستی بشود، ولی دیگر گذشت. باورت می شود متن این نامه را دیشب در خواب تنظیم کرده ام. به محض بیدار شدن یادداشت کردم تا در چرخه بی انتهای مدار حافظه محو نشود. خواب کوتاهی بود و سیر خواب نشدم. راستی ماهک، من چرک نویسای همه نامه‌هایی که برایت فرستادم را نگه داشتم. میخواهم آنها را برای دفتر انتشارات بفرستم تا منتشر شوند. این آخرین کاری است که باید انجام دهم. خیلی خوابم میآید. کافور را به توتون ترجیح میدهم. میخواهم بخوابم. یک خواب خیلی طولانی. شب خیر. آوایبور.com